درود دوستان گرامی، ما در نزد مقبره استاد رودکی قرار داریم و حالا وارد میشیم به اینجا. سلام علیکم. السلام. شما کارگر همینجا؟ همینجا کار میکنه؟ چی با حیثی کی؟ کتابدار. از کجا میرسید؟ از کلوب اومدیم، گفتیم همین مزاری سردفتر ادبیات کلاسیکی توجیک استاد ابوعبدالله رودکی یک زیارت کنیم و بعد برگردیم. سلامت باشه. از اینجا شروع میشه، بعد از کتابخانه شروع میشه. اول زیارت. اول زیارت. کار چون بسته شود بکشاید و از پس هر غم طرب افزاید و، یعنی ناامید شدن در کار نیست. سخن آوردم و شمشیر و قلم نوروزی، تا به دستت بود و مایه هر پیروزی. انا دوستان گرامی، اینجا مقبره استاد رودکی است که زیارتگاه اهل دانشمندان، فیلسوفان و هر کسی که سخن را قدر میکند همانجاست. بسیار یک طبیعت زیبا، بسیار یک جای خوب. شما فقط نگاه کنید که این دهه پنجرود چقدر دهه زیبا است. آرامگاه استاد رودکی. این کدام سال از نو سازی شده است؟ 2008. نمپرکاری استاد ابوعبدالله رودکی است که از سخت‌ترین سنگ، از سنگ خورا تراشیده شده است و این عمل از جانب پیکر تراش ارمنی اروتونیان به انجام رسیده است. سنگ خورا همون سنگی سخت‌ترینه که ما در فولکلور مثلا میگوییم. این سنگ یعنی در فولکلور مثلا میگوییم که پورا سنگ خورا را آب کردگی است. یعنی به سختی، اشاره به سختی است. یعنی در ادبیات تاجیک سنگ خورا همچون تصویری یا خوب تمثیلی سخت‌ترین چیز، تمثیلی دلی سخت، دلی بی‌رحم است. در یکی از رباعی‌های استاد رودکی هم اشاره هست به سنگ خورا، یعنی استفاده کلمه خورا، کلمه عباره سنگ خورا هست. این نام هست در رباعی استاد رودکی که اشاره به سنگین دلی معشوق است. میگه که این غم که مراست کوه قاف است نه غم، وین دل که تو راست سنگ خوراست نه دل. بله. این پیکره در همین تاجیکستان ساخته شده است. در تاجیکستان از جانب همین ساخته شده است و اون این همچون نگاره از آثارخانه تاریخی کشورشناسی شهر پنجگین برای ما انتقال داده شده است. بله. ما همین گونه پیکره یا هیکل در سمرقند دیدیم از استاد عینی. از سنگ مرمر بودن با فکرم. بله. اینها بسیار نادر هستند. با کدام خاطر حاضر بیشتر هیکل تراشان توسط سمنت و دیگه چیزا هیکل آماده میکنند، رویشون رو با مخصوص آهن میپوشونند، لیکن این واقعا عجیب است. بله، هم زحمت زیاد طلب میکنه، هم چقدر بالای این کار کرده است که این چیز آفریده شده است. ببینید سیما با همون باید مانند سنگ نمیشته.
من این واقعا سیمای اولین استاد ابو عبدالله رودکی است که در نتیجه کاوشی قبر استاد رودکی سال 1956 که اینجا اکسپدیسیا تحت رهبری چهره‌شناس روس گراسیموف صورت گرفته بود در نتیجه همون کاوش یعنی از روی استخوان‌های کاسخانه سری ابو عبدالله رودکی انجام داده شده است یعنی نتیجه جستجوی قبری استاد رودکی آن همین پیکر است که با دستی خودی گراسیموف آفریده شده است من در همینجا من دیده در اینجا هم اسمی او است در فامیلش گراسیموف و هم سال 1957 سالی آفریده شده همین چهره که از گاز آفریده شده است بالایش رنگ کرده شده فهمو این محصول دست خود محصول دست خودی گراسیموف بله محصول گراسیموف بعدی گفتن قبر استاد رودکی پیدا کردن و آفریدن چهره استاد ابو عبدالله رودکی است که مقصد استاد عینی هم همین بود یعنی گفتن و یافتن مدفنی یعنی قبر استاد رودکی و از روی استخوان‌های کاسخانه سر آفریدن چهره استاد رودکی که همین است یعنی چهره اصلی استاد رودکی اولین چهره استاد رودکی همین است هیئت اکسپدیسیای تحقیقاتی اورمگاه رودکی یعنی گفتن و پیدا کردن اورمگاه ابو عبدالله رودکی سرور اکسپدیسیا گراسیموف اما همه این تشکیل اکسپدیسیا تشکیل مثلا تشبوسی گفتن و یافتن قبر استاد رودکی تشبوسی استاد عینی است ولی متاسفانه استاد عینی تا به زمان اکسپدیسیا تشکیل شدن اکسپدیسیا نمیرسند در حیات نبودند اما این همه مقصد و مرام و نقشه و همه استاد عینی بود خب خلاصه گراسیموف رهبری اکسپدیسیا یعنی رجب امونوف فولکلورشناس رانوف археолог محمودов تاچی археологи وای محلی که با اکسپدیسیا همراه میشوند در گفتن و یافتن معین نمودن قبر استاد رودکی با گراسیموف همراهی میکنند اینها کارگرانی کرایه هستند که کارگران محلی هستند که اینها نیز متاسفانه حاضر در قرن 17 هستند از همین دهه اختیار به اختیاری گراسیموف داده میشن به اینها در مهنت جسمانی این قبر بیان میکنند اتریبوت هایی که قبر رو معین میکند همین جایی که حاضر مقبره بنا شده است این نقشه ای که گراسیموف پیشگی اون رو از روی سرچشمه های علمی و تاریخی معین کرده یعنی خلاصه قبر وقتی که میکشن اسکلتی یعنی جسدی استاد رودکی اینجا بعدا معلوم میشد که استاد رودکی است اینجا خوابیده است و پیش از اون که گراسیموف با پنجرود آید و قبر رو معین کند در دوشنبه در یک جایگی و اشتراکی اتفاق نویسندگان جمهوری تاجیکستان و انستیتوتی زبان و ادبیات اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان کنفرانسی مشترک برگزار میکنه و در همین کنفرانس گراسیموف برآمد میکند و 15 نشانه را پیشکی در کنفرانس یعنی نه آمده به پنجره در اونجا 15 نشانه رو میگه اگر قبر رو کشویم این 15 نشانه در قبر دریافت شدن پس اون قبری استاد رودکی است در عکس حال نه خلاصه به پنجره میان وقتی که جای قبر رو معین میکنن نشانه ها همین بودن یکی از نشانه ها همین است که جسد در داخل قبر باید جسدی مرد باشد منطقا درست است بله بله یک نشانه دیگه سن و سال جسد باید مردی از 70 ساله بالا باشد چونکه استاد رودکی 83 سال بوده دیگر اون که در منهی جسد باید دندان نباشد زیرا اشاره ها نبودن دندان در آخر بله بله همه 22 بریخت جسد در قبر دیوارهای قبر باید روغنی باشد زیرا در آنجا جسد زنده گویر کرده شده است نه آدم زندگی گویر کرده وقتی آب میشن روان است دیگر آن است که کتف راست به جانب قبله گویر کرده شده باشد که آیین مسلمانی است دیگر نشان آن است که درباره سرش لخچه باشد لخچه باقی مانده سوختار که هنوز آیین زردشتی در اینجا پابرجا و هر چند با حکمرانی اسلام آیین زردشتی پابرجا بود خیلی باید این نشانه ها بسیاریش باید میشد اثبات میشد گراسیموف اسکلت رو گرفته یک شب در پنجره خواب میرود سپس برده به مسکو برد از تمام جهات تحقیقات میگذراند و چهره استاد رودکی رو میآورد بعد سال 1958 جسد استاد رودکی رو از نو به
ماه آگوست آورده در جای همین قبر میگرونن از نو مراسمی به خاک سپرده میشود و بعدا تیرماه همون سال 1958 1100 سالگی استاد رودکی در اینجا جشن گرفته میشه. جشن یعنی سهم استاد عینی به نهایت زیاد است. به نهایت بزرگ است. سال 40 با تشبث اساسگذار ادبیات سویتی تاجیکستان عینی آموزش میراث ادبی و ترجمه حالی سردفتر ادبیات کلاسیکی فارس تاجیک استاد ابوعبدالله رودکی سر شد. برای آموزش عموم صدرالدین عینی شخصا مشغول شده و یار استاد رودکی اکسپدیسیون جستجویی تشکیل نمود که نتیجه کار اکسپدیسیون این سخن استاد عینی است که من اون سال با پنج رود که جای قبر رودکی است علاقه‌دار بودن رودک و با وی در یک رایون بودن آن را از منبع‌های بسیار کهنه یافته با پرسکو از یک کسی فرابی در حقیقت موجود بودن این قشلاق را شنیدم که این معلومات رو سکرتری رایکمپارت پنجکند رفیق محمدیف تاکید کرده بود و بعد از آن در اساس همین معلومات اکسپدیسیون رسمی فرستاده شده بود که وی هم این معلومات رو تماما تصدیق کرده آمده بود. این اکسپدیسیون در دهه 50 سال 1956 شروع شدگی است و این عکس‌هایی که می‌بینید از همون اکسپدیسیون رفتی کار. اولین سرچشمه معتمد یعنی باوری بخشی که برای با اشاره به از همین دیه بودنی استاد رودکی میکنه اشاره از کتاب بود انصاب سمعانی مروزی است که در اصل 12 زندگی کرده است. اونیز سمعانی مروزی از قولی ادریسی حافظ میگوید که ادریسی حافظ 50 سال پس از وفات استاد رودکی گفته است که یعنی البنوجی نسبتی بود به دهه از دهه‌های رودکی نواحی سمرقند که 5 رودکش گویند و اون خطبی رودک باشد و شاعر معروف ابوعبدالله رودکی از همون دهه بود. ادریسی حافظ میگوید قبر ابوعبدالله رودکی در آنجا در پس گوستان 5 رودک مشهور است و آن را زیارت میکنند و من نیز زیارت کردم. یعنی در همین جا بودن این قبر از خودی اصل 12 به این جانب آمده رسیده است. مثلا همین چیز دلیل میشود که استاد عینی به همین تکیه کرده بعد گفت و کار را سر